ما ایرانی‌ها به مولانا افتخار میکنیم، اما توضیح نمیدیم چرا خود مولانا خودش رو مولانا جلال الدین محمد بلخی معرفی میکرده. بلخ الان کجاست؟ توی افغانستان. رستم دستان بزرگترین اسطوره تمام فارسی زبوناست. تهمتن، کشنده دیو سفید، زاده زابلستان. پس چرا هیچ کس توضیح نمیده چرا رستم دستان از اهالی زابلستان معرفی میشه؟ اونم توسط فردوسی بزرگ، بزرگترین نماد وطن پرستی. زابلستان الان کجاست؟ توی افغانستان. توی مدرسه هممون اسم ابوریحان بیرونی شنیدیم، دانشمند بزرگی که جهان با نام استاد همه چیزدان ازش یاد میکنه. یعنی همه چیز میدونسته، در تمامی علوم سررشته داشته و واقعا کمک زیادی به این کرده که علم پیشرفت بکنه، علم به جایی برسه که الان هست. اگه الان ناسا سفینه